تکنیک ترندی که کل این استار پر کرده رو بسازیم. ویدیوها و موزیکتون رو وارد برنامه کپکات میکنید. در مرحله اول از گزینه بیت موزیکتون رو علامت گذاری میکنید. قسمت هایی که حالا ضرب بالاتری داره شروع میکنید علامت گذاری کردن تا بتونیم راحت‌تر رو اون قسمت کات بزنیم. بعد از این کار برای اینکه انیمیشن ویدیوهامون جذاب‌تر بشه، بخش آنفولد یک انیمیشن میدیم تا یه شکل جذاب‌تری بگیره. همچین چیزی این انیمیشن چون لرزش داره میتونه از به عنوان ترانزیشن هم استفاده بشه و اون قسمت‌های اصلیتون رو از این انیمیشن استفاده میکنید. ولی برای اینکه ویدیوها تیکه تیکه بیان، از اولین فریم ویدیوتون یک فریز میگیرید و بخش اوورلی وارد لایه پایین‌تر میکنه و بر اساس بیتی که علامت گذاری کردید میایید در بخش ماسک گزینه رکتانگل رو انتخاب میکنید و یه قسمتی از فریم فریز شدهتون رو انتخاب میکنید و همون تصویر رو داپلیکیت میگیرید و میایید رو بیت بعدی یه قسمت دیگه ای از تصویر فریز شدهتون رو انتخاب میکنید. چون ضرب موزیک با تیکه هایی که دارید انتخاب میکنید مچه یه همچین شکلی به ویدیوتون میده. حالا ما به یه تصویر ثابت از ماشینمون هم نیاز داریم. به خاطر همین یه کپی میگیریم، از حالت ماسک خارجش میکنیم، از بخش ریموو ویجی کاستوم ریمووال ماشین رو انتخاب میکنیم با براش تا یه همچین شکلی بگیره. حالا دو تا کی فریم میدیم، یکی به مبدا یکی به مقصد رو یکم بزرگتر میکنیم تا همچین شکلی بگیره و در آخر هم از قسمت ویدیو افکت وایت فلش رو انتخاب میکنیم و از بخش آبجکت میذاریم رو اوورلی های خودمون تا یه انیمیشن جذابی هم داشته باشه، یه حالت نوری که میتونه برای شروع یا ورود اون قسمت‌های ماسک شده جذاب بشه و تمام.